به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران خواهران اهل اسلام، نقل امروزی ما خصوصا به برادران و خواهران جوان داخل دارد، زیرا امروزها جوانان حرمت والدین را فراموش کرده به فتنه دنیا افتادند و امروز من درباره یک مادری که میخواست فرزند خود را در روز زادروزش شادباش گوید نقل می نمایم. مادری بیچاره نیمه شب، یعنی ساعت 3 از خواب بیدار شد و تلفن را گرفت و به فرزند یگانه‌اش زنگ زد. وقتی که فرزندش گوشک تلفن را برداشت، مادر گفت: سلام فرزند شیرینم، صدای تو را یاد کردم، خوبی؟ فرزند باشد میگوید: خوبم، یگان کاری شده است؟ مادر باشد گفت: هیچ گپ نه پسرم، تنها خواستم آواز شیرینت را شنوم. اما فرزند گفت: مادر، برای آواز مرا شنیدن در نصف شب زنگ میزنی؟ مادر پرسید: مگر ناراحتت کردم؟ فرزند باشد: بله، ناراحتم کردی. مادر گفت: ای فرزند شیرینم، 25 سال قبل تو هم مرا ناراحت کرده بودی. زادروزت مبارک باد. پسر با خود آمد و گفت: میبخشد مادر جان. مادر با صدای همیشه مهربانش گفت: هیچ گپ نه پسرم، شب بخیر، آرام بخواب. اما خواب از چشمان پسر پرید و شب در نظرش به سال تبدیل شده بود. سحر شد، پسر به سوی خانه مادر شتافت، خواست از مادر عذر پرسد و تشکر گوید. ولی وقتی که آنجا رسید، دید که دست مادر در بالای تلفن مانده و در همون حالت جان به جان آفرین سپرده است. انا لله و انا الیه راجعون. برادران و خواهران اهل اسلام، بیایید هر لحظه های با ما بودن مادران را استفاده کرده خدمت آنان را از تحت دل بجاریم و دعای بی‌بهای آنان را گیریم، وگرنه مثل این پسر دیر مانده یک عمر در گریه و ناله میمانیم. ای برادر و خواهر اسلامی که قدر مادر و یا پدر خود را در جایش نمیگذاری، در یاد دار تا دمی که آنها زنده اند قدر آنان را در جایش بگذار، زیرا بعد مرگ بس قبر آنان سنگی بی‌بهای گذاری هم فایده ای نیست. مادر در قبر باشدم فرزند میگوید. و بسیاری شما میبینید که بسیار مادران حتی بیمارند اما از احوال فرزند غم میخورند. برای همین یک لحظه فکر کنید، زیرا این عمر پاینده نیست. در این عمر 2 روزه درد و غم پاینده نیست. هر یک اعمال و گناه در قبر به جواب نیست. روز همه می رویم به نزد حق تعالی. در یاد دار ای بنده، از مرگ راهی گریز نیست. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. خداوند مهربان به هر یک بنده ایمان کامل نصیب بگرداند و ما جوانان را برای راست هدایت کند تا اینکه خدمتگار پدر و مادر خود باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت.
و در آخر برادران و خواهران اهل اسلام، بنده علم کامل قرآنی ندارم و به شما تشکر که به من زنگ میزنید و مرا یکی ایشان و دیگری مولا نام گذاشتید، اما من به این نام الحال سزاوار نیستم. من اون چیزهایی که اون مصلحت ها و این پند و اندرس هایی که از امر معروف علمای دین شنیدم به شمایان میرسانم، زیرا مسلمان یعنی هر یک بنده مسلمان باید اون چیزی که فهمید، اون راه راستی که فهمید به برادران خود دسترس نماید، زیرا این دنیا دو روزه است و در این دنیا از ما فقط نام میماند. خواه دولتمند باشید و خواه ناچار، شما را فقط به یک لحظه میبندند و به قبر میگذارند. برای همین بار دیگر میگویم برادران و خواهران اهل اسلام، من ملا نیستم و علم پره اسلامی را ندارم. اگر سوالی داشته باشید، اگر علمم رسد جواب خواهم داد و اگر نتوانم معذرت میخواهم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال مددگار و نگهبان هر یک شما و اهل خانواده شما باشد.